به اونهایی که میتونن شما رو ترک کنن کمک کنید که ترکتون کنن. یه سری آدما نمیتونن شما رو ترک کنن. یه سری از آدما رابطه عاشقانه با شما دارن، یه سری از آدما رابطه خالصانه با شما دارن، ولی شما میفهمید در مورد کی دارم صحبت میکنم. در مورد آدمی که تعهد بهتون نداره، خیانت داره میکنه، کارمندی که داره بهت خیانت میکنه، همکاری که داره بهت خیانت میکنه، پارتنری که میدونی این دلش پیش تو. ماها فکر میکنیم هنر اینه که دل این آدمو چیکار کنیم؟ به دست بیاریم. دل این آدمم به دست میاری. من تجربه عمیقیه. من تا حالا نتونستم کسی رو نگه دارم. هر کاری شما بگید من کردم که یه آدمو کنار خودم چیکار کنم؟ نگه دارم. من نتونستم و بالعکسش هم بوده. یه آدمی رو کنار خودم نگه داشتم، این میخواسته بره، حالا یا پارتنر عاطفیم بوده یا یه کارمندی بوده، خیلی دوست داشتم این بمونه، همه کار کردم، حقوقو زیاد کردم، کم کردم، تنبیه، هر کاری کردم.